به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان با این ما شما برنامه فوتوشاپ باز میکنیم. اما قبل از اینکه فوتوشاپ تا زمانی که باز میشه، اگر شما به این برنامه چلیپا را باز بکنید، ما چلیپا را بر شما روز قبلی کار کردم. چلیپا کالیگرافر. شاید یک تعداد از شما با این محیط خلاصه ناسازگاری داشته باشین. یک متن بگوی: سرزمین من. سرزمین من نوشته کردیم. ما عوضی که میام آپشنی که انتخاب میکنم، معمولا اگر بیانی صحبت بکنم شاید با کیبورد قسم نشانم بتونم شما چی کار بکنید. اینجا اینه که آمدم کلیک کردم، این حالت سلیکت انتخاب شود. پس من یک کاری که میتونین عمیق کار خو نیاز نیست که به شکل بیان یعنی چی شود که از بیان یعنی چی بگم دیگه کلان میشه دیگه. کلان هم میفهمید. پس اینجا کلیک کنید. خواهم سعی که ما میگیم کلیک. وقتی که رنگ سبز میشه یک اتفاق صورت میگیره، یا اینجا کلیک شده یا دابل کلیک شده. این رو شما باید بفهمید. ماوس بیایه اینجا کار نمیکنه تا کلیک نشه. وقتی که یک تغییرات شما میبینید، مشاهده میکنید، اونجا یک تنظیمات، یک آپشن، یک کاری اعمال شده. پس ما اینجا کلیک میکنم، یه سبز شد. سبز شد، حالا حالت ایدیتینگ گرفته. شما میتونید به این سی بگیرید، حالا در حالت سبزشون را بکنید تا او تغییرات ایشون اعمال شود. و بعدش هم یک چیزای جور میکنید و بس. درست هستن؟ خب دوباره قسمی انتخابش میکنم. این میارم اما کشیدگاهی که بیرون بود پاک شد. شما دوستان گفتن که آره کاپی بکنیم، درسته؟ همین قسمی که عوضت بیشتر گفت ما در اینترنت سهل کردم کاپی کنیم، هم کار میدیه. اینجا بیا ما میم اینجا کنترل و پیست میکنیم، هم کار میدیه. خیلی خوب، این رو سهل کنیم. با بک‌گراند آمده یک گپ دیگه. اگر شما بین از اینجا بک‌گراند شما از قسمت ایریزر، وقتی که ما میم اینجا ایریزر میگیرم، خب ماجیک ایریزر طول میگیرم، مثلا اینجا میم ماجیک ایریزر رنگ سفید از بین رفت. خیلی خوب، حالا بیاین اگر مثلا شما حالت زوم کار کنید، همشون رزولوشن خودش داده. یک موضوع بعدی اینجا باز می‌بینید. ما وقتی که سلکشن گرفتم این قسمت بریده آمد، کامل نامد. درست است؟ به او خاطر من میگم که شما یک کار کنید. شما وقتی که چلیپا میرین، درست است؟ این قسمت بریده میه. این حالت سلکت نمیشه، سلکشن نمیشه که ما سلکشن کم بیرون ببرم. اینجاست که باید شما بین روی گزینه فایل از این بگیرین پرینت. زمانی که پرینت گرفتن، پرینتر ما HP وصل است، میگم نه پرینتر HP نباشه. یه بیاین از اینجا پرینترشون مایکروسافت پرینت PDF بگیرین، مایکروسافت پرینت بگیرین، مایکروسافت نگیرین، اداب پرینت بگیرین. باید یک گزینه به نام PDF اینجا داشته باشید که PDF پرینت کنه برای شما. اگر PDF پرینت نکرد، شما نیاز دارین که چی کار بکنید؟ باید بیاین اداب اکروبات ریدر نصب کنید در کامپیوترتون. اداب اکروبات ریدر که نصب کردین، زین پس در قسمت پرینت شما چی قرار میگیره؟ پرینت PDF قرار میگیره. و کامپیوترهایی که ایرر داده، فوتوشاپ نصب نشده، شما چی کار میکنید؟ دات نت فریم ورک 4 نصب کنید. دات نت فریم ورک 4 محصول از کمپانی مایکروسافت هستن. که شما این نصب میکنید، چی کار میکنه؟ این هیچ کار جذاب هم نمیکنه. بعضی کمپانی اداب یا که محصول کمپانی اداب اساس فوتوشاپ میشه، او رو ویندوز قبول نمیکنه، سپورت نمیکنه. مجبورین شما لیسانس نصب کنید که بیاین قبول بکنید. درسته؟ این از دو موردی که اضافه برازی. و میایم روی فوتوشاپ. فوتوشاپ شما وقتی که آمدم ببخشید چلیپا PDF گرفتم،
میم اینجا PDF اوکی میکنم، بعد PDF پرینت میکنه در روی فولدر داکومنت اوکی میکنم. پس بیاین اینجا ایرو مینیمایز میکنم، جایی که از اینجا بیاین اینجا. پس ایرو در دسکتاپ به نام چالپا PDF پرینت میشه. پرینت شد. خیلی خوب. این چالپا چه شدن؟ پرینت شد به شکل PDF. حالا ببینید که شما اینجا ببینید چالپا پرینت اداب آکروبات پرو، اداب آکروبات باز میکنه برای شما اینجا آمدن. و پس بیاین شما چیکار بکنید؟ یعنی موضوع که اینجا چی شده ایرو بکشین توی فوتوشاپ و اینجا بیارین. دو حالت وجود داره. اگر اینجا پلی بکنم این آپشن مایا اوکی در روی سابقه آمدن، در لیر سابقه آمدن، قبوله؟ اگر شما این کار نکردین، از اینجا آوردین کش کردین و اینجا رها کردین، اینجا ببینید همه آپشن باز شد. ولی میبینید اینجا ببینید ویندوی جدید آمد، داکومنت جدید آمد. قبلا آن داکومنت اوورراید شد، حالا آمد نیو داکومنت گرفتن. خیلی خوب. موضوعات بعدی شما کار کردن میتونید ببین بلندینگ آپشن. بلندینگ آپشن از اینجا در ریکارد باز مایا از اینجا پیدا نتونستیم. اینجا ما این قسمت لیر، از قسمت لیر که آمدین نیو لیر یا لیر استایل بلندینگ آپشن. تمام موضوعاتی که از قبلی به شما خواندم از بیول گرفته تا به قسمت درپ شیدو، همه ایشان در اینجا قرار داره. شما کافیست بالا یک بلندینگ آپشن کلیک بکنید، تمام جزئیات باز میشه که از اینجا از بیول شروع میشه تا به کجا؟ تا به قسمت درپ شیدو. آها، یک دوستان گفت که اگر اینی چیزک اینجا نباشه و اینیم نباشه و این یکیم نباشه چی کار باید شود؟ اینجا شما یک دفعه باید reset to default list. اینی کار کردن میتونید یا نه؟ خیلی خوب. الان که زوم بینیم اون لبه های از خط میه چی هستن؟ درست هستن؟ PDF مایه چی هستن؟ پیکسل مایه. اگر در الیستریتور بودیم باز ویکتور مایه. خب دیگه سوال کنید. یه حالت دیگه اش بر شما بگم. شما بلندینگ آپشن اگر اینجا رفتین، اینجا که خب هست، اینجا آمدین لیر استایل اینجا هست. آها، یک مورد دیگه اگر آمدین که لیر انتخاب اینجا باید بلندینگ آپشن همه جزئیات اینجا هست، هر کدامشونه کلیک کردین آپشن ها باز میشه. صحیح هستن یا نه؟ سوال دارید؟ سایه زنی کار میکنین روز بعدی؟ چند نفر کار میکنه که ما ببینیم؟ 1 2 3 4 5 6 7 بقیه چی میکنه؟ استاد از ما خبر داره. کامپیوتری هست. خیلی خوب. ببینید حالا شاید برای شما کمی زود باشه ما آپشن کار کردم. شما همجور میکنم. چند شاید برای شما کمی زود باشه که ما کار کردم. درست هستن؟ به خاطر از اینکه که ما اصلا تا هنوز چی نشده آپشن ها رو برای شما معرفی نکردیم. خیلی خوب. بیاین ما امروز با شما چی میگن؟ اصطلاح آذرگی باشیم بگم لمبه آپشن کار کنیم. اینجا میم نیو اوپن میرم. در اوپن آمدم اینجا ساری فایل دیگه باز شد. در ریکارد ما آمدن خیر باشه. شما از بزرگواریتون سایل نکنید. میایم روی مای دیزاین، از اینجا میایم روی نیو. مثلا چند تا تصویر باز میکنم، یکی دو تا مثلا این یکی باشه 3 تا
برای مثال اینی قسم باشه 4 تا چجوری سلکت میشه؟ کلید کیبورد، کلید کنترل از کیبورد فشار گرفته میشه. نیاز داره که تایم استیل بخونید. صحیح است؟ اگر اینجوری انتخاب کنین هم میشه. اگر باز شما یک تا انتخاب شیفت از کیبورد فشار بدین، یک نقطه آخر بگذارید، هم دوران تکمیل میشه. و اگر دلخواه یکی کنترل 2 تا، این یکی 3 تا، این یکی 4 تا، این یکی 5 تا، 6 تا، 7 تا، این قسمی باز میشه. اتفاقا میفهمیم اینو یاد ندارم. چون رشته میخواد خیلی خوب. صنفی های شیمی یاد گرفتین؟ نه. یارگاه داشته خب بیاین ما و شما اینال آپشن میخوانیم. در فوتوشاپ زمانی که شما میین این قسمت از چی شروع میکنین؟ ای بابا خیلی خوب. موفتر انتقال میدیا تصویره. فعلا انتقال نمونه. بچه نمونه به خاطر که لاک هستن، قفل هستن. لیرشون قفلش رو باز کنین. اینالی انتقال میدن. چه قسمی انتقال میدین؟ شما یه میگیرین کلید چپ فشار میگیرین. این قسمی از یک جای به جای دیگه انتقال میدن. خیلی خوب. اگر آمدین از اینجا این موو تول بود، سلیکشن تول، ما میم سلیکت ریکتینگل، این انتخاب میکنه به شکل ریکتینگل مستطیل، فارسی بگم مستطیل. این قسمت انتخاب شد، کنترل سی کاپی، کنترل وی پیست. اون قسمت که انتخاب شد کاپی پیست شد، کنترل زی پس آمدن، کنترل زی میفهم؟ زید پس بین اینجا شیفت اگر فشار بگیریم، شیفت فشار گرفتیم چی کار میشه؟ چی کار میشه؟ مربع اسکویر مربع رسم میشه، یک چی منظم رسم میشه. حالا شما ببینید ما میم از یک جای به جای دیگه انتقال میدیم. اینی حالت اولی انتخاب است. شما می انتقال میدین، سلیکشن خود انتقال میدین. اگر شما حالت دومی رو انتخاب کنید به این افزود میکنید، میگین اینی قسمت دیگه هم تا سلیکشن ما بیاید، این اضافه میشه. اگر گفتن نه کم شونه، اینی حالت انتخاب کنیم، بیاین از اینجا اینی قسمت کم کنیم، کم شد. اگر گفتن نه ما این حالت سوم انتخاب میکنم، جست اینی قسمت کار دارم، اونمو قسمت میمونه، بقیه چه شد؟ دیلیت شد. شما میتونید اینی قسمت بطنایش انتخاب کنید، همون قسمت میمونه، بقیه جای ریموو شد. این قسمی کنترل زی ما گرفتم، کنترل سی کپی کردم، آوردم در روی این چی هستن؟ این لوگو هستن، این اراضی ننگرهار. کنترل وی پیست اینجا آمدن، درست هستن؟ این در اینجا قرار گرفت. خیلی خوب، شما میتونید یک جای جابجا بکنید تصویر. اما اگر آمدنی را مثلا ما دیلیتش میکنم، دوباره این لوگوها را پاک میکنم که صفحه ما کمی برواش کمتر شود. اینجا میم، خب مثلا اینجا اگر ما بیم در این شای دو شمشیره ریکتینگل هم انتخاب کنم، این قسمت فیدر میدم، فیدر 0 است. فیدر برشون قیمت میتونم مثلا 18 پوینت، اینجا انتخاب میکنم این قسمی و مثلا کنترل سی کاپی آوردم در اینجا، کنترل وی پیست کردم. ببینید اطراف از چی آمدن؟ خیر ببینید اینجا کنترل دی سلکت، کنترل دی سلکت از حالت سلکشن خلاص میشه. ببین فیدر قیمت بتن یک قیمت بسیار بالا، اینجا انتخاب کردن، کنترل سی کپی، پس اینجا آوردیم کنترل وی پیست کردیم. ببینید که حالتشان محو شده است، اطرافشون بیشتر محو میشه. پس گزینه فیدر باید شما بفهمید که هر مقدار فیدر قیمت بگیره. اما یک چیز باز متوجه بشین، قبل از اینکه ما سلکت میکنم فیدر برش اعمال میکنم. قبل از او فیدر اعمال بکنید، پس بین انتخاب بکنید، کنترل سی کپی، حالا بین اینجا کنترل پیست. سه شد؟ اگر آمدین شما اینجا و کنترل دی پاس دوباره انتخاب کردین،
و حالا بردن فیدر دیگه ساختن هیچ تغییرات بزرگشون اعمال نموشه. درست هستن؟ اما حالاتی که بودن اما حالات به شما میآید. خیلی خوب، یه بودن از قسمت گزینه هایی که در اینجا بودن و بعد لیر و استایلشان هست. باز اون یک فیکس ریتیو میگیرین. خود شما یک قیمت ببینید مهم فیکس ریتیو ویتشون هیت میاد قیمت میتونه هیتشون چی مقدار ویتشون چی مقدار و فیکس سایزشون همیشه 64 تا 64 پیکسل میاد. مثلا که انتخاب میکنیم 64 تا 64 وارنینگ به شما میده. میگم من نه اصلا نرمال باشه، حالت عادی باشه، ما خود ما هر جوری خواستم انتخاب شنم. پس میم قسمت الیپتیکال یعنی الیپس دایروی اینجا بین انتخاب کنید. بایزوی چی میشه؟ دراو میشه، ترسیم میشه، انتخاب میشه. کنترل سی کاپی اینجا آوردین، کنترل وی پیست. سیستم اگر باز دوباره آمدین که نه قسمی نشنه چه کار شود؟ خود سیرکل رسم شنه چه کار باید بکنیم؟ شیفت بگیرین سیرکل رسم میشه و این را آوردین از اینجا مثلا این گذاشتین و پس کنترل سی کاپی و اینجا میارم کنترل وی پیست میکنم پیست میشه. خیلی خوب. یک چیز دیگر هم اگر بخوایم که حالا برازی یک مقدار محو شود اطرافشون چی کار باید کنیم؟ فیدر چقدر قیمت داتم؟ یک قیمت شما بگن از دلتان. خیلی یعنی که ساعت دیگه. بازم یک موضوع دیگه شارت کرد شیفت فشار میگیرین چی میشه؟ این سیکل رسم میشه. اما از کجا؟ نقطه شروع اینجاست، از اونجا پایین میه. اگر شما اینجا سنتر مرکز انتخاب کنید و شیفت آلت فشار بگیرید، شیفت آلت فشار گرفتن این قسم فیدر هم 100 داره، پس اینجا آوردین اینجا میگذارین کنترل پیست فیدر میبینن از قسمت چی؟ سلکشن ها. خیلی خوب. بعد گزینه دیگه ای که دارین اینجا یک رو بالای قسمی رسم میشه و پس من یک قسمت کلیک میکنید یک کالم اینجا رسم میشه. یه از رو کالمشون پس اینی میبینید. خیلی خوب. باز نیازهای ما مرفوع نشد. حالا باید چیکار بکنم؟ مثلا میم در این شهرک لاله ما میخوایم اینمی ساختمان برای ما انتخاب شود. وقتی که ما میم اینجا خب این رو انتخاب میکنم کنترل سی کاپی اینجا شما ببینید قسمی آمدن نشد. چه کار باید بکنم که ساختمان ها با تنهاییش انتخاب شود آسمان انتخاب نشنه؟ اینجا من چیکار میکنم؟ از قسمت لیز تول شما انتخاب میکنین. آها این قسمی خب حوصله‌مندی داشته باشید انشاءالله آسمان اگر خدا خواست آسمان خدا را اما کنترل سی کاپی و اینجا وردن گذاشتن که ساری چرا ما روی لیر بالایی کار کردیم. لیر بالا حذفش میکنم روی لیر و کنترل سی کاپی کنترل وی پیست. حالا شما ببینید که قسمی آمده میم خوی افتضاح. حالا چی کار باید؟ بیاین گزینه بعدی اینجا داریم بنام پلیگون. اینجا آمدین ما دقت بکار میتونم یعنی دقت بکار میبرم و شما اینجا یک قسمی انتخابش بکنید. درست هستن؟ آها وقت داشته باشید دقت بکنید حتما درست از آب در میاد. در کلاس باید آدم یک کمی سریعتر کار بکنه ورنه زوم هم میشه. ماوس داشته باشین بهتر است. خب ماوس نداشته باشین باز زوم آدمی حالت زوم بکنیم چیکار باید بکنیم؟ کنترل مثبت کنترل مثبت. ببینید ما وقتی که زوم میکنم حالت انتخاب دیگه خیلی دقیق میشه دیگه. درست هستن؟ پس اینجا بین
خیلی خوب. ما همین ساختمان کلان کار دارم، بقیهش نه. خیلی کلان است. برج تجارت جهانی افغانستان است. تو اینجا انتخاب کردم، پس اومدم اینجا و تا به اینجا و تا به اینجا و دوباره اینجا. مثلا رفت اینجا، برو بالا. خب کار است دیگه، یه پرکتیکل است. اینجا آمدم، بعد نقطه شروع رو باید ختم بکند. همون جنگ که اونجا شروع شد اونجا ختم خواهد شد. نظر شما چیست؟ نظر ما یه است که سوالتون مطرح، سوالتون سوال نیست. کنترل سی کاپی، کنترل وی پیست آوردن، ساختمان جدایش کردن. سیسته؟ خیلی خوب. حالا میتونن شما از پیش از این شهرک ها بسازید. آلت فشار بگیرین، این شهرک دومی که دوست داشت ایرو فشار بگیرید، شهرک سومی دوست داشت کاپیش نمیره دیگه، هیچ اشکال نداره. یک دقیقه صبر، هنوز داستان جریان داره. میخوام در یا ساختمان، الا شما میتونین از طریق چی کار بکنید؟ از طریق پولیگون ساختمان انتخاب بکنید، قسمت های دلخواهتان. خب شاید زمان در بر بگیره. میم گزینه چستن ماجیک لیزر تول هستن. ماجیک لیزر تول چی کار میکنه؟ ماجیک لیزر تول یک کار میکنه که مثلا شما کافی است یک کلیک بکنید، دیگه ماوس را بسیار با دقت شما حرکت بتن یا عبور بتن و خودش ماجیک است، چی مگنتیک است انتخاب میکنه. کافی است که شما ماوس رو به قول ایرانی ها یواش یواش ببرید. اگر ما کم ماوس سریعتر ببریم امکانش رو داره که چی شود؟ دقتشون کمتر شنه. خیلی خوب شود. اینجا دقت کمتر شد. سیسته؟ اینجا باید فقط ماوس عبور میدن و در آخر کلیک میزنید. در آخر کلیک میزنید. کلیک پیوند بخوره. کلیک زدن فهمیدید؟ چپ کلیک پرس میکنید. پس به کنترل سی کپی، کنترل وی پیست. اینجا شما میگرنید. خب دقت، حالا که باز مورد اضافه آمده، نیاز نیست که شما دوباره برین انتخاب خود از نو انجام بدین. اینجایی که کم کم چی شده؟ دقت از بین رفته، شما بین اینجا را مثلا چی کار میکنیم؟ اینجا را باز از کلید پولیگونال اینجا من این قسمی انتخابش میکنید، بازتش میکنید، دلیت. باز دوباره اینجا من مثلا نیاز نیست که شما باید وقت خود بگذارید از نو انتخاب کنید که باشه که دقیق بیاد، دقت عمل شد. نه، حالا میتونید شما چیکار بکنید؟ ترمیم کارها را انجام بدید. خب و موضوع بعدی رو خوب فهمیدیم، تا به اینجا تا به اینجا تا به اینجا و خلاص انشاءالله که مشکل حله. کنترل دی، کنترل صفر به حالت اولی برمیگرده. کنترل صفر ویندو را فیت تو اسکرین میسازه. خب این موردم فهمیدم که شما از قسمت سلکشن ها چجور سلکشن ها رو انجام بدین. میم گزینه بعدی که اصلا ابجکت سلکشن خود انتخاب میکنن. یک موضوع دیگه ای که اینجا هستش اون کویک سلکشن هستن. کویک سلکشن چی کار میکنه؟ مثلا در اینی چی شاهدش هم شده ما میخوام که اینمی ساختمان زود انتخاب شد. کافی است از اینجا به این کویک سلکشن که گرفتن حالت اولی رو بهشون میگیرم. باز می سه حالت داره، اد، سابسترکت منفی و پس یک حالت اولیش. اینجا من ساختمان انتخاب میکنم این قسمی. سیستن ساختمان قسمی انتخاب میشن. کافی است بکشیم دیگه این قسمی. اینجا چیز باقی نمانه. چی میگه حالت سلکت پایین بکشن، چپ کلیک پرس بکنن دیگه. نمیخواه کار کردن میتونیم یا نه چای نخوردن نمیشه.
خب این قسم انتخاب کردم و اینجا قسم پایین میکشم تا انتخاب کنم. یکم زوم کار کردن، دقت به خرج دادن خوب است، مشکل نداره. اینجا آوردن کنترل سی کپی میکنم، کنترل وی پیست میکنم، ببینید که یه قسم شده. کنترل سی کپی، کنترل وی پیست، ما کنترل ایکس کردم، قسم شده. این کویک سلکشن هستن، زود به حساب سلکت شد. و گزینه بعدی در اینجا هستن که ماجیک وان تول یک رنگ انتخاب میکنه. مثلا رنگ آسمان چی هستن؟ سفید هستن. شما اینجا کلیک بکنید تقریبا کل رنگ ها رو میگیره. ساری به خاطر که لیر چیست، لیر بالایی است، لیر پایینی. اینجا بین یک رنگ ببینید باز بیشتر قسمی. معمولا ماجیک وان تول برای تصاویری به کار می رود که بک‌گراندشان یا زمینهشان چی باشه؟ یک رنگ باشه. باز به خاطر ریموو کردنش بسیار ساده میشه. مثلا ما در اینجا میام اینجا این کارتن بازش میکنم، این زمینهشان انتخاب میکنم یک رنگ. حتی این قسمت ها رو انتخاب کردم. اینجا کلیک بکنید، بک اسپیس پرس بکنید، میشه قفلش البته باز بکنم. گلچ کنترل یک رنگ باشه. سیستم چوکات به بعد چرا نرفتن؟ بخاطر این یک رنگ سیاه اعمال شده بود. این بدن از قسمت سلکشن ها. شما بتونید چه قسم سلکشن ها رو انجام بدین. تا روز بعدی شما روی سلکشن خوب کار بکنید. اگر توجه بکنید ما یک روز از طریق سلکشن بر شما تقدیمنامه هم کار کردم. هر سلکشن یک لیر جدا کنه، هر سلکشن یک لیر جدا کنه. دوستو ما روز پنجشنبه بتونیم چیزی گفته بودیم. هیچی نگفتم. ما